چت جی پی تی هم میشنوه هم میبینه. تو مدل جدید چت جی پی تی این هوش مصنوعی به بینایی رسیده. در واقع میشه گفت دسترسی دوربین برای اپلیکیشن چت جی پی تی باز شده و میتونه محیط رو بررسی کنه و نسبت به اون چیزی که میبینه و تحلیل میکنه به سوالات پاسخ بده. دقیقاً همون چیزی که ما توی فیلم هر دیدیم داره اتفاق میفته. Okay. Are you social or antisocial? I guess I haven't been social in a while. How would you describe your relationship with your mother? Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Hey, how's it going? Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling though? Are you in a cool industrial style office or something? Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here? مدل جدید چت جی پی تی اسمش GPT-4o هست که میشه گفت این مدل از نظر عملکرد خیلی سریعتر و توانایی‌های بسیار بهتری داره و در کار با پردازش متن و صوت و تصویر خیلی عملکرد خوبی از خودش نشون داده. خبر خوب اینه که این مدل زبانی بزرگ یه جورایی به صورت رایگان در اختیار همه قرار میگیره، اما خب هنوز کاربران پریمیوم چت جی پی تی تا 5 برابر محدودیت کمتری نسبت به کاربران رایگان خواهند داشت که خب یه جورایی میشه گفت همچین هم رایگان نیست. همونطور که توی تصویر میبینید این چت بات در حال حاضر به خوبی به واسطه دوربین کار میکنه. توی رونمایی این مدل جدید آقای سمالتمن یه ویدیو منتشر کرده که شاهد این هستیم به راحتی این چت بات میتونه مکالمه رو در آن لحظه به زبانهای مختلف ترجمه کنه. Perfetto. Mark, io mi chiedo se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci come risolviamo le equazioni lineari. Sicuramente sì. Certainly yes.